هر موقع از خودم عکس میگرفتم حس میکردم یا خدا چقدر من زشتم، تا اینکه دیروز دوستم اومد با دوربین عکاسی حرفه‌ایش ازم عکس گرفت. الان حس میکنم با کیفیت خیلی بالاتری زشتم. پریروز کیف پول رفیقمو زدن، بعد اومده میگه که اب نداره من گذشتم، فقط امیدوارم خرج تصادف و دوا درمون و ایدز و ایناش بشه. فکر کنم یکم باید در رابطه با مفهوم گذشت بیشتر باهاش صحبت بکنم. آقا یه نصیحت دارم براتون، اگه کسی شما رو خر فرض کرد تصور ذهنیشو به هم نریزیدا، با جفتک برید تو صورتش. فداکارترین آدم دنیا اونیه که فیلما رو سانسور میکنه و خودشو به گناه میندازه که یه موقع ما گناه نکنیم. خدا خیرت بده داداش، رفتی جهنم برات از بهشت خیار میارم. یه لحظه وایسا. خب بخند. الان دقیقا قیافت این شکلیه. بعضی وقتا یه رفتارایی ازم سر میزنه که اگه یه روز قبلش بهم بگن قراره یه همچین کارایی بکنی، میگم نه بابا من قدرام اسکل نیستم. یه سوالی خیلی بد ذهن منو درگیر کرده. یعنی اگه ازدواج بکنیم دیگه نمیتونیم وقتی مهمون میاد بریم تو اتاق قایم بشیم؟ که خیلی بده. فقط یه ایرانیه که میتونه قابلیت اینو داشته باشه که بشینه یه دل سیر غیبت بکنه، بعدش هم برگرده بگه اصلا به ما چه، ما که به کسی کاری نداریم، هر کی واسه خودش زندگی میکنه. کجایی؟ چرا داری دست میزنی من این پدر سگ؟ این بچه فامیلا رو میده خیلی پر میشن ها، همین به وسایل شخصی آدم دست میزنن. دست نزن دیگه بیناموس. انگلیسی بلدی؟ یه چیزایی بلدم. I don't know یعنی چی؟ نمیدونم. نمیدونی غلط میکنی میگی بلدم. نمیدونم. نمیدونی غلط میکنی میگی میدونم. میگم نمیدونم. پس چرا میگی بلدم؟ معنیش نمیدونمه. آها خودم میدونستم. دلم برای چای الان خیلی میسوزه که لذت اون لحظاتی که همه تصمیم میگرفتیم که هفته آخر اسفند رو نمیریم مدرسه، بعد هممونم تو 28 مدرسه بودیم و ندارم. ولی خدایی چرا اصلا پایه نبودیم؟ چرا یعنی چی؟ چرا تو امتحان هیچی ننوشته بودی؟ میدونی من حتی سر جلسه امتحانم شاخ بودم، سوالا رو سین میکردم اما جواب نمیدادم. من از ولنتاین نترسونید، من حتی روز تولدم هم کادو نگرفتم. Allah'ım neydi günahım. واقعا متاسفم برای اونایی که ولنتاین رو به یه عروسک گوسفند و خرس خلاصه میکنن. ولنتاین یعنی عشق، یعنی احساس، یعنی آیفون 13. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? آگنس جیلیانه بگو من نیستم. گلو اینجا نیست. مطمئنی کوچولو؟ آره الان بهم گفت. یعنی نه الان که بهم نگفت. آگنس کرو کجا؟ داره لباشو میدوزه، رفته پرواز کنه، کلشو زده، داره پوپو میکنه. میتونم اون توی گروه؟ نمیتونی فرار کنی؟